ای کسی که سلاح بر شانه داری، به نام مجاهد هستی، 20 سال به افتخار میگویی که من در مقابل آمریکا و بزرگترین قدرت های دنیا زدم. 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت خود ظلم بکنی. 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت فقیر و بیچاره و در بدر و خاک بسر ظلم بکنی. 20 سال به خاطر آن جنگیدی که نان را امروز از دهان فقیر بکشی. تو نمیدانی که نبی من و پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرموده است که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت امیر واجب است، اما نه در معصیت، نه در ظلم. اگر تو را امیرت امر میکند که برو ظلم بکن، سلاحت را به زمین بگذار، ظلم نکن. اگر امروز من مولا را فریب بدی، دیگر را فریب بدی، در فردای قیامت الله عز و جل را فریب داده نمیتوانی. اگر امیرت امر کرد که برو مسلمان را بکش، تو مسلمان میکشی. اما قدر علم نداری، اما قدر عقل نداری که این معصیت است، نباید که در معصیت فرمان برداری امیرت را بکنی. امیرت چی است که تو فرمان برداری او را میکنی؟ خدا میدان امیر خود را میشناسی یا نمیشناسی؟ مبادا آن که امیرت آیسای پاکستان باشد و آیسای پاکستان بر گرده هایت تحمیل کرده باشد که این کار را بکن و آن کار را بکن، تو مانند یک غلام حلقه به گوش آیسای پاکستان کاری آیسای پاکستان را پیش ببری، اما نفهمی که من چی کار میکنم. خوش هستی که من امیر دارم و اطاعت امیر میکنم. عقل خودت را در کار بیانداز، از منطق انسانی خودت کار بگیر، از علمی که الله عز و جل برایت داده از کار بگیر. ظلم تاریخی را باید از افغانستان برداشته شود. ما مسئولیت خود را به هر قیمتی که شود ایفا میکنیم، به اندازی که دی حنجره قوت است و به اندازی که از این حلقوم صدا میبراید، ولو که با دادن جانم هم تمام شود. تا رمق خون در تن دارم و تا رمق جان در تن دارم، صدای حق را بلند میکنم. از بلند کردن صدای حق هراس نمی داشته باشم. بار بار از اخطاریه های ترور و از دیگرها گذشتم. قسم به ذات اقدس الهی است که 3 روز در خانه نشین شدم، 7 روز در خانه نشین شدم. هیچ هفته ای نیست که در پشتم نفر نگردد به خاطر کشتن عبد فقیر. خو مردن یک مردن است. باید صدای خود را بلند بکنم و بعد از آن ببینم که کی من را کشته میتواند. من بنده الله هستم، بنده هیچ کسی نیستم. در سرزمین خدا نه اقتدار میخواهم، نه پست و مقام میخواهم، نه نام و نشان میخواهم. یک دعوتگری به سوی نظام خدا هستم و به سوی ظهور حضرت امام مهدی دیگران را دعوت میدهم و به اندازی که توان دارم زمینه سازی برای ظهور حضرت امام مهدی میکنم. و غیر از نظام خدا در سرزمین خدا هیچ چیز را سبب زیبایی سرزمین خدا نمیدانم و غیر از نظام خدا در سرزمین خدا هیچ چیزی دیگر را خواهان نیستم. تنها مشکل جهان به یه حل نمی شود که ما در فکر افغانستان باشیم. گفتم افغانستان خود داستانش به همین طور است. یک نام تحمیلی است و نام استعماری است و از همان زمان نام تحمیلی و استعماری تا این زمان این ملت از استعمار نبرآمده است.